ما سوال اول رو در تصویر داریم. من سعی میکنم که سوال رو به صورت خیلی استپ بای استپ و به صورت خیلی با تشریح کامل برای شما بخونم و بعد با هم جواب ها رو مرور میکنیم. خب you have two Azure subscriptions named sub1 and sub2. خب بچه ها در ابتدای سوال ما این اطلاعات رو داریم که دو تا سابسکریپشن داریم، سابسکریپشن 1 و سابسکریپشن 2 که همون در حقیقت به صورت ساب 1 و ساب 2 ازش نام برده شده. یه چیزی که بسیار بسیار مهمه و من لازمه که اینجا به شما بگم اینه که در محیط اینفراستراکچر اژر تمام ریسورس هایی که ما درست میکنیم تحت یک سابسکریپشن خواهد بود. به طور مثال در محیط عملی اژر اگه بخوایم یه نگاه کوتاهی داشته باشیم، وقتی که شما دایرکتوری مربوط به اکانتتون رو درست میکنید، شما در حقیقت باید یک سابسکریپشن انتخاب کنید و اون سابسکریپشن در حقیقت یک نوع لایه منیجمنت هست برای تمام ریسورس هایی که شما میخواید در اژر درست بکنید و ضمناً نوع محاسبه پرداخت کاست و یا مبالغی که شما باید به خاطر استفاده از منابع مایکروسافت بپردازید رو در حقیقت مشخص میکنه. به طور مثال برای من سابسکریپشن پی از یوگو رو انتخاب کردم. در حقیقت این سابسکریپشنی هست که به شما امکان رو میده که فقط بابت منابعی که در حقیقت استفاده میکنید پول پرداخت کنید و این بسیار بسیار شرایط خوبی هست. خب برمیگردیم به سوال. پس ما دو تا سابسکریپشن داریم. An administrator creates a custom role that has an assignable scope to a resource group named RG1 in sub1. بچه ها در ادامه سوال به این توضیح میپردازه که ادمینستریتور یک کاستم رول در سابسکریپشن وان درست کرده و اون رو اساینبل کرده به RG1. اگه بخوایم در مورد این مسئله یک توضیح بدیم، ببینید ما به طور مثال تو این تصویر مشخصه که در سابسکریپشن اولمون 3 تا ریسورس گروپ داریم. به طور خیلی مختصر میخوام خدمتتون بگم که ریسورس گروپ در حقیقت جایی هست، یک کانتینری هست که شما میتونید بسیاری از منابعی که توی اژر اینفراستراکچر به شرکتتون اختصاص میدید درست میکنید رو در داخل اون قرار بدید. به طور مثال من 3 تا ریسورس گروپ دارم و شاید دلیلش این باشه که ریسورس گروپ اول تمام ریسورس های مربوط به دپارتمان HR، ریسورس گروپ 2 تمام منابع مربوط به دپارتمان فایننس و ریسورس گروپ 3 تمام منابع مربوط به دپارتمان IT درش قرار گرفته شده. به طور مثال 10 ویرچوال ماشین تو هر ریسورس گروپ و من اگه بخوام تمام ویرچوال ماشین های یک دپارتمان رو مورد تغییر قرار بدم، دیگه لازم نیست که توی یک ریسورس گروپ دنبالشون بگردم. همه اون ریسورس ها توی اون ریسورس گروپ مرتبط با اون دپارتمان خواهد بود و مدیریت اونها خیلی راحت خواهد بود. خب از بحث سوال دور نشیم. ادمینستریتور یک کاستم رول تعریف کرده و این کاستم رول رو با RG1 اختصاص داده. ببین بچه ها، کاستم رول در حقیقت رول هایی هستن که ما یه سری رول های استاندارد داریم در اژر، به طور مثال رول اونر یا رول کانتریبیوتر یا رول ریدر که در ادامه بیشتر به اینا میپردازیم. وقتی میگیم کاستم رول یعنی اون ادمین یک استانداردی رو در نظر گرفته، به طور مثال کانتریبیوتر، منتها یک سری از اون پرمیشن هایی که عذرخواهی میکنم رول کانتریبیوتر داره رو حذف کرده. یعنی مثلا اگه رول کانتریبیوتر میتونه یک ویرچوال ماشین رو پاک کنه کلا از اژر، اون قسمت رو از توی رول کانتریبیوتر پاک کرده.
و به این صورت یک کاستم رول درست کرده. خب حالا اینها توضیحات تکمیلی هست که در حقیقت من دارم برای این سوال میدم و ما همونطور که خدمتتون عرض کردم یک کاستم رول داشتیم و این کاستم رول به RG1 اختصاص داده شده. خب you need to ensure that you can apply the custom role to any resource group in sub1 and sub2. در ادامه سوال میاد میگه که شما باید در حقیقت از این مطمئن باشین که این کاستم رولی که ما درست کردیم و به RG1 اختصاص داده بودیم میتونه اساینبل باشه به همه ریسورس های در داخل دایرکتوری، چه در سابسکریپشن 1 چه در سابسکریپشن 2. یعنی تمام این ریسورس گروپ ها باید اون کاستم رول رو داشته باشن و بهشون اختصاص داده شده باشه. پس ببینید بچه ها، نحوه خوندن سوال بسیار بسیار مهم هست، چون شما توی سوال 5 خطی یا 6 خطی گاهی اوقات بسیاری از نام ها و اصطلاحاتی رو که در اینفراستراکچر ازش استفاده میشه میتونید ببینید، ولی در آخر شاید واقعا 30% اونها فقط به خاطر پر کردن و یا به اشتباه انداختن به هر حال دانشجویان باشه. خب پس ما باید یک محیطی رو درست بکنیم که اون کاستم رول به تمام اینها قابل اساین باشه. نکته که بسیار حائز اهمیته و در اکثر سوال ها شما میبینید این قسمته: The solution must minimize administrative effort. یعنی در حقیقت داره اینجا میگه که ما در شرایطی میخوایم این محیط رو برای ما فراهم کنید که اون کاستم رول به همه اون ریسورس گروپ ها قابل اساین باشه که کمترین کار رو برای ادمنستریتور ما قول معروف بتراشیم یا ادمنستریتور با راحت ترین کار و با ساده ترین استپ ها بتونه این کار رو به دست بیاره. به خاطر اینکه در بسیاری از موارد نحوه رسیدن به یک ریکوست شاید از راه های مختلف باشه، ولی طبق سوال میگه کدوم از همه ساده تره، کدوم کار زیادی رو از ادمنستریتور نمیخواد. ادمنستریتور میتونه بسیار ساده این رو به دست بیاره. خب پس در حقیقت ما اینجا این دیاگرام داره خیلی به ما کمک میکنه و یه خورده فضا رو شفافتر میکنه برای ما که به هدفمون دستیابی پیدا کنیم. خب بچه‌ها بیایم سوالا رو بخونیم. از سوال دی شروع میکنم. میگه که select the custom role and add sub1 to the assignable scopes. میگه که بیاین اون کاستم رول رو انتخاب کنید و بعد بیایید این کاستم رول رو به تمام این 3 تا ریسورس گروپ اختصاص بدید. خب اوکی، در ادامه ببینیم چی میگه. بعد میگه remove کن RG1 رو from the assignable scopes, create a new custom role for sub2. داره یه خورده کار پیچیده میکنه. میگه بیا اون assignable اون custom role رو remove کن از RG1 و چون اون رو شما به ساب 1 اختصاص دادین، چون به ساب 1 اختصاص دادین پس به همه این 3 تا در حقیقت اون کاستم رول اختصاص پیدا میکنه. پس دیگه لازم نیست جدا به RG1 اختصاص داده بشه. بعد که این کار رو کردی، حالا بیا برای سابسکریپشن 2 یه سری کارها رو انجام بده و یه کاستم رول جدید درست کن و اون رو به ساب تو نسبت بده. به نظر نمیاد این جواب درستی باشه، چون راه حلی رو که در نظر گرفته راه حل یک تسک های بسیار زیادی رو داره در حقیقت به ما میگه که انجام بدیم، بسیار وقتگیر هست و ما 100% راه آسان تری رو هم پیدا میکنیم. پس فعلا بچه ها این رو جزو جواب های غلط در نظر میگیریم. خب جواب C میاد میگه که create a new custom role for sub1. میگه برای سابسکریپشن 1 یک کاستم رول درست کن. خب برای چی؟
ما که کاستم رول درست کردیم، ما قرار نیست که برای ادمینستریتور کار اضافه بتراشیم. پس این جواب هم جزو جوابهای منفی خواهد بود. در ادامهش هم میگه که اونی که حالا اومدی درست کردی رو به سابسکریپشن 1 نسبت بده و سابسکریپشن 2 نسبت بده و بعد بیا اونی که منوالی به ریسورس گروپ 1 همون جوری که تو سوال گفته شده بود اساین شده رو ریموو کن. خب خیلی میک سنس نمیکنه، من اینو جزو سوالای جوابهای غلط در نظر میگیرم. جواب B میاد میگه که create a new custom role for sub 1. خب این که باز همون شد، در حقیقت ما کاستم رول رو درست کردیم، یعنی کاستم رول ما در حقیقت وجود داره، ما احتیاجی نداریم که یک کاستم رول دیگه درست کنیم. و در حقیقت این جواب هم داره یه خورده سیگنال های منفی میده و به نظر من جواب درستی نخواهد بود، ولی تا 4 تا رو نخونیم بچه ها باز نمیتونیم جواب نهایی رو به هر حال پیدا کنیم. و حالا سوال و جواب A select the custom role. خب این یه خورده داره make sense میکنه، میگه همون کاستم رولی رو که درست کردین رو select کنین and add sub 1 and sub 2 to the assignable scopes. خب بچه ها این یه خورده مثل این که جواب خیلی چی میگن قابل قبول تریه. در حقیقت ما کاستم رولی رو که داریم و اینجا در توی سوال گفته شده بود که ما داریم و درست شده، میگه که این رو انتخاب کنید و اینو به سابسکریپشن 1 و سابسکریپشن 2 اختصاص بدید. ببینید بچه ها وقتی ما یک رول رو به سابسکریپشن اختصاص میدیم، در حقیقت تمام چایلد های زیر مجموعه اون پرنت ما این رول ها روشون تأثیر پیدا میکنه. به طور مثال اگه من در سابسکریپشن 1 من اونر باشم یا کانتریبیوتر باشم، همون رول ها رو روی RG1, RG2, RG3 دارم، ولی روی RG4 و RG5 ندارم، به خاطر اینکه این کاستم رول یا این رول به سابسکریپشن 1 اختصاص داده شده. و برعکس اگه ما یک کاستم رولی داشته باشیم و این رو به سابسکریپشن 2 اختصاص بدیم، اون کاستم رول در حقیقت توی چایلد های این سابسکریپشن هم نمود پیدا میکنه. یعنی ما اگه اونر باشیم تو سابسکریپشن 2 برای RG5 اونر هستیم و برای RG4 هم اونر هستیم، ولی برای این سه تا ریسورس گروپ که توی سابسکریپشن 1 هست اونر نیستیم، چون اینها کاملا از هم کاتگورایز شده است. و علت این که ما در یک دایرکتوری به طور مثال 2، 3، 4 و یا 5 تا سابسکریپشن داریم مثلا همینه، به خاطر اینه که ما بیایم کاملا محیط ایزوله درست بکنیم و این رپورت گیری و داستان مدیریت منابع و مدیریت مالی رو بسیار ما میتونیم اینجا به صورت حرفه‌ای‌تر و با پرفورمنس بالاتری انجام بدیم. خب از سوال دور نشیم، پس گفته که بیا اونو به ساب 1 و ساب 2 اختصاص بده، بعدش هم ریموف کن RG1 رو from the assignable scopes. پس ما به طور قطع میتونیم بگیم که این جواب درست خواهد بود. چرا بچه ها؟ به خاطر اینکه وقتی ما سوال رو شروع کردیم، ادمینستریتور این کمپانی یک کاستم رول درست کرده بود. بذارید من اینا رو پاک کنم. ادمینستریتور کمپانی یک کاستم رول درست کرده بود و این کاستم رول رو به RG1 اختصاص داده بود. در ادامه سوال اومد از ما خواست که چه استپ هایی رو ما باید انجام بدیم که این کاستم رول به جایی که فقط به RG1 اختصاص داده شده باشه، به تمام این ریسورس گروپ ها اختصاص داده شده باشه، با اینکه ما کمترین یعنی استپ رو انجام بدیم و کمترین لود رو برای ادمین داشته باشه. خب وقتی ما پرنت داریم سابسکریپشن 1 و سابسکریپشن 2، میتونیم به جایی که بیایم تک تک این کاستم رول رو به اینها اختصاص بدیم، میایم اون کاستم رول رو به سابسکریپشن ها اختصاص میدیم و به طور اتومات اون رول ها به تمام اعضای سابسکریپشن
و به تمام اون اصطلاحاً چایلد هایی که توی سابسکریپشن 1 وجود داره اختصاص داده میشه. حالا اگه به سابسکریپشن 2 هم این کاستم رول رو اختصاص بدیم، همون اتفاق برای سابسکریپشن 2 هم میفته و تمام این ریسورس ها تحت تاثیر اون رول قرار میگیرن و با این تجزیه و تحلیل بهترین جواب از بین این 4 تا جواب در حقیقت همون جواب 4 ما جواب A ما خواهد بود. خب بهتره که یه سری هم به اژر بزنیم و یک نکته رو من میخوام خدمتتون بگم بچه ها. ما یک سری لایه های در حقیقت مدیریتی در اینفراستراکچر اژر داریم. حتی توی این اسلاید هم من میتونم یک نکته رو برای شما اینجا توضیح بدم. خدمتتون عرض بکنم که اگه بریم به اسلاید آخر ما، خب بچه ها توی این اسلاید لایه های مدیریت منابع در اژر بسیار بسیار با تفکیک و بسیار زیبا توضیح داده شده. ببینید در لایه بالا ما منیجمنت گروپ ها رو داریم. منیجمنت گروپ ها حتی بالای سابسکریپشن قرار دارن. یعنی شما وقتی یک سابسکریپشن درست میکنید، موقعی که ساین این میکنید به اکانتتون، به صورت اتومات میتونید ببینید که یک منیجمنت گروپ در بالای سابسکریپشن شما قرار داره و الان ما میتونیم مثلا همین رو به صورت عملی چک بکنیم. که من برم داخل سابسکریپشن اژر و سرچ برای منیجمنت گروپ بکنم، همونطور که ملاحظه میکنید سابسکریپشن من در زیر مجموعه یک منیجمنت گروپ قرار گرفته و این بسیار بسیار مهمه، چون در بسیاری از سوالها این رو میخوان تست بکنن که آیا شما آگاهی به این که لول های مدیریتی منابع اژر به چه صورت دارید. به طور مثال میگن که ما یک رول رو به یک منیجمنت گروپ اختصاص میدیم. آیا سابسکریپشن تحت تاثیر اون رول قرار میگیره یا نه؟ و اگه شما بدونید که منیجمنت گروپ در بالای سابسکریپشن قرار داره، خب طبعا جواب بله خواهد بود و این خب خیلی میتونه کمک کنه که شما سریع به جواب اون سوال دسترسی پیدا کنید. بعد از سابسکریپشن ها ریسورس گروپ ها هستن، همونطور که توضیح دادیم، و در هر ریسورس گروپ ما میتونیم ریسورس های بسیار زیاد مثل استوریج، مثل ویرچوال ماشین، مثل ویرچوال نتورک، مثل SQL سرور و بسیاری از سرویس هایی که ما در اژر قرار داریم و میتونیم با داشتن یک ریسورس گروپ مثل یک کانتینر، مثل یک کلوزتی که ما یک سری وسایلمون رو توش قرار میدیم در نظر بگیریم. این میتونه بسیار بسیار ما رو کمک کنه که یه دید خیلی کلی و خوبی نسبت به مدیریت منابع در اژر داشته باشیم. خب دوستان عزیز، من فکر میکنم که این توضیحات در حقیقت بتونه به شما کمک کرده باشه که بدونید چطوری میتونید یک سوال رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدید و استپ بای استپ اون رو بررسی کنید و به جواب درست برسید و از بین سوال هایی که داده میشه بسیار سریع بتونید موارد درست رو انتخاب بکنید و حتی لازم امتیاز رو کسب بکنید و سرتیفیکیت رو به هر حال از آن خودتون بکنید. بسیار بسیار این سرتیفیکیت در پیدا کردن کار به خصوص در کشورهای خارجی که بسیاری از سازمان‌ها و ارگان‌های اداری، دولتی و حتی خصوصی تحت سیطره کلود مایکروسافت هستن، یعنی تمام ریسورس هاشون به وسیله ریسورس های مایکروسافت در حقیقت داره مدیریت میشه و اصطلاحاً مایکروسافتی هستن و حالا
به هر حال بسیار از کمپانی ها هستن که رو گوگلن، رو آمازون هستن، ولی تعداد کمپانی هایی که رو مایکروسافت هستن بسیار زیاد است و به خاطر همین این جاب بسیار دیمندینگ هستش. خب بسیار خوشحال شدم و ما سعی میکنیم که ویدیوهای بعدی رو با سوالهای خدمتتون عرض بکنم که سوالهایی که در امتحانات واقعی اومده ادامه بدیم و اون سوالها رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم و امیدوارم که بتونه توشه راهتون بشه و کمک کنه که هر چه زودتر به هدفهایی رو که دارین دسترسی پیدا کنید. بسیار ممنون از شما، خیلی ممنون. خدا نگهدار تا ویدیوی بعد.